میدونی خیلی از جوش‌های کوفتی روی گونه‌ت به خاطر گوشی کثیفته که میچسبونه به صورت تو 2 ساعت با این اون حرف میزنی. جوش‌های لعنتی روی گونه ممکنه به خاطر خوابیدن روی بالش چرک و نشستن رو بالشی و آلودگی هوا و خوردن غذا تا خشتک پر شده از ادویه یا سیگار کشیدن باشه. اما اگه بالای پیشونی جوش میزنه واسه اینه که وضعیت گوارش داغان و غذاها درست هضم نمیشه. واسه همینم باید به دادش برسی و مایات و میوه و سبزی بیشتری بخوری. جوش‌های چرک و زشت زیر پیشونی اما به خاطر خواب نامنظم، استرس، افسردگی یا کبد سرویس شده است که واسه رفعش باید ماهی، میوه و سبزی و شیر و لبنیات کم چرب بخوری. البته اگه پولت برسه، وگرنه که همون به افسردگی ادامه بدی بهتره. ولی تنها چیزی که مفیده اینه که واسه استرست مدیتیشن کنی و برای تفریح‌های مورد علاقت بیشتر وقت بذاری. اگه دور و بر دهن و چونه جوش دیدی بدون یا یبوست داری یا اینکه پای معده و روده کوچیک در میاد. علتش هم هلهوله و فست فوده. نخوردن میوه و سبزی هم میتونه دلیلش باشه. البته علت این جوش هم میتونه تغییرات هورمونی هم باشه که خب باید بری دکتر. حالا شما بگو ببینم زیاد جوش میزنی یا خیر؟